بهترین کشورها برای زندگی تو سال 2024. رتبه اول سوئیس. این کشور مزیت‌های زیادی داره، مثل درآمد بالا و ثبات اقتصادی. اگه شما تو کار مکانیک، آیتی و گرافیک تخصص دارین، این کشور ممکنه برای شما بهشت باشه. رتبه دوم کانادا. کانادا یکی از 10 کشور برتر جهان از نظر اقتصادیه و بهترین شهر برای کسب و کار تورنتو هست. رتبه 3 سوئد. سوئد مشاغل زیادی نیاز داره. مهمتریناش پرستاری، آیتی، مهندس برق، مدیر مالی، مدیر فروش و غیره. رتبه 4 استرالیا. متوسط درآمد حدود $80,000 سالیانه، اما درآمد کارکنان با تجربه و مشاغل پردرآمدها بالای $100,000 در سال میره. رتبه 5 آمریکا. همتون میدونین آمریکا یکی از بهترین کشورها در زمینه تحصیلی، شغلی و سرمایه گذاری هستش. توی کامنت ها حتما بهم بگین که به کجا دوست دارین مهاجرت کنین یا مهاجرت کردین.